бурак جایی است که دوستش داشتیم. این مکان همیشه با غذای حلال و پاکیزه، طعم دل، طبیعی و لذیذ ما رو مهمان نوازی می کند. فرصت نشستن با جمع دوستان محض همینجا خاطرمان است. مرحبا دوستان عزیز. تلفن تماس 99 999 2008. درود عزیزانم، برنامه رو شروع میکنیم و من با محبت به اندازه شما رو به تماشای برنامه کنونی دعوت میکنم. میدونید یک نفر از تحلیلگران گفت که چرا فارسی می نویسید در زیرنوشت برنامه اسم اشتراکچیان رو؟ گفتم به خاطر تماشابینانی که از ایران و افغانستان ما رو تماشا میکنند و آمار رو به من پیشکش کرد. گفت که همگی 2% تماشابین‌های شما از ایرانند. گفتم 2% این خیلی حرفی بزرگ است. اگر یک نفر از ایران یا از افغانستان برنامه من رو تماشا کند، به خاطر همون یک نفر من با حروف فارسی در زیرنوشت حرف کاری خواهم کرد، به خاطر احترام مخلصانی که ما رو میبینند. خوب، برنامه رو شروع میکنیم. من درود میگویم به همه آنهایی که در هر گوشه دنیا ما رو تماشا میکنند، به ویژه به فارس زبانان. برادرهای عزیز گرامی قدر ما، دینا با مهمان برنامه طریق تلفن گفتگو کردم و پسری خوردی هم شاهد گفتگوی ما بود. وقتی که حرف زدیم، پسرم صدای مصاحب ما رو شنید و گفت که این سعدی یاوانی است. گفتم سعدی رو از کجا میشناسی؟ و من گفت که سعدی همیشه شوق آدمان را نسبت به فوتبال هنگام بازی ها بیدار میکند، یعنی شائق است. و من باشم سعدی را همچون یک هنرپیشه بسیار ممتاز میشناسم. سخنور، بزلگو، زنده دل، خوشچقچق. اما ورزش این یک پهلوی دیگری زندگی سعدی جان است. من همیشه میخواستم که در این برنامه سعدی بیاید، یک گفتگوی بکنیم. امروز همان روز فرا رسید. سعدی مهمان برنامه ناگفته ها. جیل، صفت، زیبایی، کم مصرف و اقتدار. سعدی جان درود، خوش آمدید. سلام علیکم اکای ارزو جان، تشکر زیاد برای دعوت کردن. من راست گپ از خوردی من مخلص شما هستم و با مخلص برنامه شما هستم. سلامت باشید، خوش آمدید به برنامه. تشکر زیاد، یک جهان سپاس. در این شب و روز خیلی سرکاریدن؟ بله بله، به خاطر فوتبال. همون وقتی که در فوتبال ما مخلصی میکنیم، روبری میکنیم، اما بسیار مخلصا ما را با همه چه بگم لقب میشه. بله، سعدی یاونی میگن، سعدی یاونی میگن. با برای ما همین تاخیر شهر باستانی کلوب با همو یا برادر داریم بختیاری کلوبی، 4 تا همخلی تاخی کلوبی به من آوردن توفه کردن. سعدی یاونی، استقلال، روشن کلوب، تاجیکستان، با یک دیگه برای رونالدو. این تاقی چکن کلوبی رو با رونالدو دقیقاً توفه میکنید؟ همین نقشه دارید؟ ما توفه کردیم. علاقه توفه کردیم. ما با شهر ریاض عربستان رفته بودیم، بازی استقلال با النصر بود. در اونجا رونالدو در همون دسته بازی میکرد. با منیجر روی کردیم که از نام مخلصای تاجیکستان، از نام فن کلوب تاجیکستان با رونالدو توفه. ما رونالدو رو در تاجیکستان روز 5 دکبر انتظاریم، حتما بیایم ما مخلصی کریستیانو رونالدوی. رونالدو اصلا با خیرخواهیش نام برآورده است در دنیا، غیر از ورزش، غیر از فوتبال. با اینکه یک انسانی اساسی است در فوتبال جهانی، ولی باز خیرخواهی زیاد میکنه. بله بله. هینی کووید 19 با مردم احتیاجمند خیلی کمک کرد رونالدو. شما خودتون دوستدار بازی های رونالدو هستید؟ بله بله، من مخلص اشدی کریستیانو رونالدو هستم. مسی یا رونالدو؟ رونالدو. اول نه، رونالدو. همه میدونه، تمام مردم شهرمند تاجیکستان میدونه که ما مخلص رونالدویم. پس بیش از همه اگر بگویم که
اومدن رونالدو رو سعدی انتظار است خطا نمیکنیم. خیلی که اکای ارزوجو ما رفتیم همین بازی رونالدو رو ای پیش تماشا کردیم. همین 10 متر 15 متر همین خیلی که میگن که همین یک خیلی آدم‌ها هست که یا آدم میگی تماشا کرده بیستم رونالدو هم خیلی بود. اونجا جار زدید؟ اوه چی گفته؟ اونجا که من بالچکی رونالدو نبودم، بالچکی استقلال بودم. تاجیکستان. گفتم رونالدو رو بخپین که مود گل نزنه. اینجا برادرای ما مخلص مسی بودن، همراه ما رفتن بازی رونالدو رو پیش تماشا کردن. مخلص مسی ولی مسی رو پیش دیدگی نیستن. بین مخلصان رونالدو و مخلصان مسی در میان دوستان شما بحث می شود؟ بله ما یک گروه داریم در واتساپ، بسیار همین بحثی وزبین میشه. تا کجا می رود بحث؟ شاید جنگ دم میشه. من خیلی جنگ گریبان با گریبان اگه بوری شده است قریب مونده بود که قربان نعمتوف رئیسوری ما بسیار مخلص اشدی حمید لیونل مسی قربان کی صاحب شبکه یوتیوبی قربان نعمت است. بسیار مخلص اشدی حمید لیونل مسی از مسی با کی قریب دست به گریبان شود؟ با نایم جان سید علی روزی که فیض علی باید دو برادرای دیگه و یا مخلص اشدی رونالدو. هنر فقط سرایندگی، اکتوری، آوازخوانی نیست. فوتبال بازی هم یک هنر است، هنری بسیار ویژه. ورزش هم هنر است، هر کس نمیتواند، قدرتش رو ندارد هر کس. ولی یک مرد چیل هنر کمای میگه. درست دیگه باکی ارزو جان ما ای خوردی ارزو داشتم که فوتبال باز شم، نه که در تقدیر نصیب ما وضعیت تاجیکستان ما ناآرام بود، جنگ بود، گشنگی بود، برای ما نتونستیم، نه که شکرانی پروردگار میکنم که مخلص اشدی فوتبال شدیم. درست. و اون سالهایی که شما نورس بودید کلوب های فوتبال نیست مثل امروز رشد نیافته بودند. بله من توجه کردم به بازی رونالدو که شما اون رو از پیش دیدید. رونالدو ستیزه میکند به جانب دروازه‌بان تاجیک. دروازه‌بان با شما چی گفت و رونالدو به دروازه‌بان چی گفت؟ دقیقاً حرف بزنید شما، چون که آگاهید، من میدونم. بله وقتی که رونالدو در کدام بازی باشد اگر گل زده نتونه، من فکر میکنم که پسیخ میشه، عصبش ویران خراب میشه. بسیار ضربه چیز دروازه‌بان ما بسیار عالی نشان داد، بسیار توپو رو گردوند. ام به نزدیکی در چند روز پیش من رستم یتیموف رو در میدان ورزشگاه دیدم. گفتم که رستم جان وقتی که روبرو شدیم با رونالدو، کریستیانو رونالدو با شما چی گفت؟ رستم جواب داد که گفت که در آینده من با شما بردباریو میخونم. بسیار دروازه‌بان این بعدی بازی بله. ولی این بازی کاری کرد که فشار بیارد، فشار روانی بیارد به دروازه‌بان ما. بله. تصور کنید که ستاره پرجلوترین فوتبال درست حرف میزند و فشار میارد، آدم واقعا خود را گم میکند، ولی رستم خود را گم نکرد. بله او رونالدو با کدام خاطر این گپ رو گفت با طرف رستم یتیموف که بازی را باخته بدن. وقت هم کم بود، تو دقیقه 70 69 70 ما 1-0 غلبه کرده بودیم. برای همو اگر رونالدو در این بازی گل به ثمر نمیرسون، اوروش پس میشید به فکر من. در یوتیوب 200 میلیون آدم تماشا کرده. من که روزنامه‌نگارم سعدی جان عیب جویی میکنم، دویم عیب میجویم. فکر میکنم که کاری رونالدو مخصوص بود به خاطری که اعصاب رستم را خراب بکند، روانی رستم را برهم بزند تا رستم خودش را گم بکند. تصور کنید که یک ستاره فوتبال میآید و تو را سرزنش میکند و داد میزند طرفت. البته خیلی آدم ها خود را گم میکنند، اما من مشاهده کردم که رستم خودش را اداره کرد، کنترل کرد، خودش را گم نکرد. اگر در جای رستم دیگر دروازه‌بان میشید که موسی و کریم 10 گل میشید، 10 گل میزدن. بله. برای چی که رستم خیلی عالی نشان داد هنرش رو، تمام دنیا دید. من فکر میکنم که روزهای نزدیک رستم رو دیگر دولت‌ها خریداری میکنن. میتوانند هر یک فوتبال بازی ما رو بخرند؟ بله، یک 3-4 نفر بازیگرای ما رو دیگه دولت‌ها خریدگیان. ازبکستان دا بازی میکنن، در مالایزیا بازی میکنن، نوردین داورانوف. بعد
در ازبکستان دو سه بازیگر ما بازی میکنه. رستم سویروف، امیربک جورابوی بازی میکنه هستن. پاریز عمربویف در بلغاریا بازی میکنه. درآمد و دستمزدشون کم است که میروند. اکای اورجان وقتی که بازیگرای تیم تاجیکستان یا که کلوبای تاجیکستان در دیگر دولت‌ها رفته بازی کردن، این فخر ما برای که تیم منتخبمون پرقوت میشه. مثلا با اون خارجیان قرارداد دارند و حق دارند که بیایند از نام تاجیکستان بازی کنند. بله، وقتی که در تیم تاجیکستان دعوت میشن، او بازی که در کلوب بازی میکنن، او بازی‌ها محکم میشن. برای هم میان در تیم تاجیکستان بازی میکنن. رفت و اگر کلوب های خارجی با کلوب های ما بازی داشته باشند و بازیگر ما علیه تاجیکستان بازی کند، این طور هم شدنش ممکن است؟ این هفتم نوامبر بازی بود، استقلال با پرسپولیس ایران. یک بازیگر ما وحدت حنانوف در ایران بازی میکنه. از طرف ایران با مقابل تاجیکستان استقلال بازی کرد. نکنه این میدانی بازی است، دیگر چیزی گفته نمیتوانیم. بله خیلی بازی خوب کردند، حساب 1-1 شد، مساوی شد. بازیگری ما چگونه بازی کرد در تیم ایرانیان؟ او وحدت حنانوف بهترین بازیگر، خیلی خوب عالی بازی کرد. به خاطر تاجیکستان سست‌تر بازی نکرد. ما همینجا وقتی که بازی داشت، همینجا با همراهی مخلصا وحدت کم تر خطا که ما بریم گل بزنیم. سعدی، میخوام درباره همون جار زدن ها سخن بیاریم. کی شما رو به میدان جارزنی آورد و شما شایق شدید؟ یعنی شوق برانگیز در میدان فوتبال نفرانی که جار میزنند و همه را با کفکوبی دعوت میکنند، به دستگیری فوتبال بازان دعوت میکنند، آنها را اصلا شایق میگویند. شایق؟ بله. اگر ادبی قطعه بگیریم، بله، شایق، تشویقگر، شایق، مخلص، تشویق کننده، یعنی تشویق کننده، شوق برانگیز، شوق رو زیاد میکنید. کی شما رو به همین میدان آورد؟ راستی گپ، ما یک برادر داریم، شهرت شانوف، و ما شوریک کلوبی میگیم و ما سعدی اونی میگن، و یا در روشن کلوب مخلص بدن، هم خیلی مخلصی زور میکردن، خیلی به درجه عالی برآمد میکردن. ما هم وقتی که تیم استقلال تشکیل شده 2007 همونجا اساسا مخلصی میکردیم، اساسا با همین تلویزیون تماشا میکردیم چه خیلی مخلصای و یا مخلصی میکردن، اساسا همو یاد گرفتیم. اساسا بعد ما قطعی شهرت شانوف دوست شدیم، برادر شدیم. بعد هر دومون یک جایه، بعد در تیم تاجیکستان یا که استقلال فرق نداره که از تاجیکستان بیرون یا که روشن کلوب از تاجیکستان بیرون بازی میکنن، ما هر دومون رفته مثال برای وطن دولت ملت خدمت میکنیم. سعدی، من شما رو همچون هنرپیشه میشناسم. اصلا رو آوردن به ورزش، رو آوردن به فوتبال کمی شما رو از کارهای ایجادی دور نکرد؟ نه، وقت ساعتش فوتبال هم باشه که هر روز فوتبال نیست. فوتبالای کلان مثال یک ماه یک بار میشه یا که دو ماه یک بار میشه. ولی این سوال رو من باید به قربان بدهم. قربان نگمت. چون که وقتهای اخیر شما با کارهای جدی مشغول نیستید، فقط فوتبال و قربان خوب میدوند که شما خیلی دور رفتید از کارهای جدی. بله. چرا؟ ولی میگن که یوتیوب محکم شده دیگه پول نمیتیه، شاید ایمی باشه. من هم همین رو اشاره کردنی بدم. بایم خاطر نه که خدا خواهد ما در آینده نقشه‌های چی خوب داریم، ان شاء الله چی میکنیم، پیشنهاد میکنیم تا برای مخلصان صحنه‌های نو به نو انتظار باشن. یوتیوب درآمد ندارد، به همین خاطر شما کارهای جدی خود را کاهش دادید. کم بله. تشنه نشدید؟ تشنه صحنه، تشنه بازی؟ تشنه‌ایم، به تشنه‌ایم. بعد همین برنامه ما به خاطر شما میریم همین برنامه نو یک 10 صحنه‌چه حجوی برای مخلصا، برای شما، برای فرزند شما که مخلص ما، بله، ما پیشنهاد میکنیم. بگذار در قطار دستگیری فوتبال و فوتبال بازان باز از میدان صحنه آفرینی نیز دور نرود سعدی جان، چون که شما یک مدرسه بسیار نامدار هنری رو در دوشنبه ختم کردید، نه؟ بله، دانشکده صنعت. ما هم اکتیوری تمام کردیم، هم بعد رئیسیوری. شما یک گروه بودید اول؟ گروه عرب شو. بله. حاضرم هستیم. این گروه برهم نخورده است؟ نه، برهم نخورده است. ما با همراهی قربان جان نگمتوف
تشکر زیاد به این برادر گرامی قدر که ما رو سرجم کردن در کانال یوتیوبش بسیار برآمد میکردیم. بود دویم باره سوم باره ایامی کانال یوتیوب ما رو با خیلی خوب شناختم. چطور پراکنده نشدید؟ یک زمان من فهمیدم که فخرالدین از تاجیکستان فرار کرد با سبب های ویژه. چی خیلی پراکنده نشدید؟ راستی گپ همه منیجه قطعی من باشم و پراکنده نیستیم. منیجه و بود اینجا دلشو جان هستی، بود دوست مراد هستی، سنت الله کامل بچه های اصلا رهبر گروه عرب شوکی است. رهبر مایم. سال 1998 ما کورس یکم داخل شدیم در دانشکده صنعت. همه گروه رو ما تشکیل کردگیم. نامش هم ما ماندگیم. 1998 چند ساله بودید شما؟ من مکتب تمام کردم اومدم. حالا چند ساله شدید؟ بازی 42 ساله‌ام. 42 سال. الحمدلله. خیلی جوان میتابید. من فکر میکردم که شما شاید زیاد 35 باشید. بسیار آدما مرا سوال میکنن که شما چند ساله؟ میگم 42 ساله. این نه شما مایدین ولی کودکین. با پاسپورت دارم، با پاسپورت نشون میدم. این میگم خیلی دادی خدایم. بله. و فخرالدین چرا رفت؟ چرا کارهای فخرالدین جور نشد؟ و من شنیدم که فخرالدین فرار کرده از تاجیکستان با اتهام قرضداری، بدهکاری. بله. چقدر قرضدار شد؟ شنیدم که خیلی قرض کلان دارد، تقریبا حدودی از 500,000 سومانی زیاد. همین قدر است؟ یک 930,000 سومانی به فکر من. قریب 1 میلیون. قریب 1 میلیون. خیلی ها وقتی که فخرالدین رو جستجو میکنند به شما زنگ میزنند. بسیاری زنگ میزنند. با بسیاری آی پیج دیدن که همین برادر ایکجو بیایم، مثال ما این اینقدر پول قرض دادیم، گرفتن رفتن دیگه نیاوردن. ما میگم آخه من خط شما نبودم. اگر من خط شما میبودم من میگفتم که ها شما درست گام میزنید. من در مثال در بین شما نبودم، التماس همین سوال من نتین. خودم با یا علمای دارم، خودم یا پرابلمای دارم که ارزو جان. من شنیدم که فخرالدین از چندین آدمان مبلغ گرفته است، اسم یک تاجر نامدار رو استفاده کرده. درست است؟ من خیلی فهمیدم نه که راستی گپ اگر انیقش بگیریم. ما با فخرالدین در اینستاگرام گاو زدم، گفته که مرا بسیار آدما فریب کردن، پول گرفتن رفتن، در بین ما موندم. اوزی از تاجیکستان بیرون به فکرم روسیه ده باشه یا که قزاقستان باشه، انیقش نمیگن. بسیار زنگ میزنن، بعد بسیاریاش آی پیج در شهر چخله میگردی، یک میبینن اکا میگن که امی از شما دو سوال اما فخرالدین اگجا بیایم. میگم تینجا. میگه که ایمو مثال این قدر پول قرض گرفتن، اینقدر گرفتن، یا که 40,000 دلار گرفتن، یا که 50,000 دلار گرفتن. گفته سیم نیافته سیم. به خاطر چی؟ به خاطر که به فکرم 50-40,000 دلار گرفتن و خونه بگیریم بتیم گفته. به فکرم نتونستن خونه داده برای ما. چرا این به همون کارهای خیرخواهانه ربط دارد یا اینکه نه این روزای نزدیک شد دیگه این واقعا. ما تا حاضر یگان کس یگان دیرم نگرفتیم. وقتی که ما پیش نوار سر کردن ما او معیوب نیازمند مثال بیمار میرفتیم خودمون کیسه خودمون پول میدادیم خطی قربان جان نعمتوف. ما اسپانسر داشتیم، ما رو اسپانسری میکردن، اولیکای ما رو میدادن، ما و یارو میرفتیم به نوار میگرفتیم که مثال کارتای امو مثال مردم یاردم کنن. مثلا به من هم خیلی زیاد مراجعت میکنند، ولی من روان من هستی من مجال برداشت این همه مشکلات رو ندارد. مثلا یک 20 نفر در یک روز زنگ میزند با مشکلات گوناگون، من برداشت کرده نمیتوانم. خیلی افسرده میشوم، خیلی دشوار است، خیلی وزنین است. شما چطور میتوانید؟ من حیرانم که چطور شما تا بود توانی انجام دادن این همه کارها رو در خود پیدا میکنید. باور میکنی که ارزو جان این تلفنمون اس ام اس 100 تا 500,000 اس ام اس اومده در تلگرام، واتساپ علایده، وایبر، ادناکلاستیک، اینستاگرام، مسنجر، همش
همه نیازمنده. فقط یک گپ دارن. رقمای رحیم غرمین مدته التماس رحیم غرمین رو بگو ما رو یاردم کنه. یا که ما بسیار در شهر میگردیم میقپن که ما رو خانه بده. یه روز پیش گپتون بخشش یک نیازمند زنگ زد خیلی گریه کرد. در شما جانم بچه جان این همین نداریم دیگه، شرایط نداریم در شما جانم بچه جان، ما در خانه یاردم که حالی در کوارتیران شدیم چند سال شدیم. گفتم خاله جان در شما جانم، شما خوشبخت‌ترین آدمی که با در کوارتیر میشینین. من اسنافکود خوام دوشنبه ده اینم بیا قتیما را بگرد در دوشنبه بیا بریم کجا خوام. سعدی فکر کنم این شوخی است نه حقیقت گفته سم مکان. شما خانه ندارید؟ خانه ندارم. من رحمت قربانجان نکمتov ده یک آفیس داره همونجا برای ما گرفتگی برای اهل گروه همونجا وقتی که ایوان بیام همونجا شب روز میکنیم یا که نوار میگیریم کارمون میبینیم با میریم هم خالی. زن و فرزندتون در کجاست؟ در یوونه. در یوون خانه دارید؟ اهل اویله بسیاری. خانه پدری ده همون اکدو داره همون در یه حولی. چند اکدو داره؟ ما 3 پسر 3 دختر، یک دخترش از دنیا گذشت. صد افسوس. این حادثه به نزدیکی رخ داده؟ بله وقتی که ما هم فوتبال رفتیم عربستان شهر ریاض بازی گذشت. بعد ای بازی چی رفتیم ما چیپتا داشتیم زیارت خانه خدا مبارک شود. رحمت شما را خداوند نصیب بگردونه. تمام مردم شرافمند تاجیکستان تمام مسلمانای دنیا را نصیب بگردونه جای مقدس ترین جای بهترین جا. سعدی خواهر بزرگی شما از دنیا گذشته؟ بله اپا میشه. بله خواهر بزرگ. بله بیمار بودن. چی بیمار؟ سرطانی خون بودن. معالجه نشد؟ با چی خاطر گفتم که معالجه نشد؟ به خاطری که با خیلی ها کمک کردید در مسئله گرفتن منزل استقامتی، در مسئله برقرار کردن تنصیحاتی. دستتون به صدها نفر رسید ولی با خواهر بزرگتون نرسید دستتون. راستی گم اکی آرزو جان در فکرم هم نیومد. یقدر من شناس داشتم، یقدر برادرها داشتم، یقدر در هندوستان شناس داشتم، یقدر نیازمندان رو روی کردیم، کسلای سرطان رو روی کردیم، نتونستیم فرزند پدر ایده از دادیم. وقتی که ما با امری برادرمان قربان جان و تمام مثال مخلصی که ما رفتیم شهر عربستان، بعد همجا مکه رفتیم، مکه رو طواف کردیم، بعد جای صفا و مروه میگن همجا دلم دومد گفتم بیا یک بار اول پرسی کنم اولی اپا جانم. اپی ما میدونین چه خیلی اپا بود، یک اپی بود که مرد هر روز مده زنگ میزد که سعدی جان مرا سعدی بچه هم میگم سعدی جان تو گشنی سری پول داری نداری دوشنبه دقیقه توقی بیا من تره پول بتم. نمیدونم وقتی که گفتن که در سکرات موتی از دنیا گذشت دل جگرم ریخت. وای فرق نداره فرزندی پدر مرد زنه یک قنیتی آدم میشکنه. من احسن آفرین میگم به اون برادرایی که مثال پدر گم کردن، مادر گم کردن، خواهر گم کردن، دادر گم کردن، احسن میگم من تا حاضر به خود آمدگی نیستم که با خیلی خم بای نمیتونم. تا حاضر دل جگرم به خدا میریزه. 5 فرزند دارم برای فرزندای وای دلم میسوزه. فرزندی مایدکش خوردیش ولی 2 ساله نشیده. فرزنداش یا زن ندارن یا که شوهر کردگی نیستن، دانشجوان. وقتی که خونی قبر ایامه بالای دویم آشیانه تماشا میکنی همجا تماشا کردم ویدیو را یک برادر نمیدونم ای کدام دولت بود ویدیو را دیدم همجا مایت دیدم همجا مایت با گفت چی میشه؟ من گفتم براد هیر سیست هیر اکام خیلی گفتم وایم خیلی گیری کرد. تلفنش برآورد یک صورت عکسی یک بچه کیوش نشان داد تقریبا 18 ساله 19 ساله. گفت که همین فرزندی من همه دنیا گذشتگی دیگه اچاق کردیم هر دومان طرف خانه کابین نگاه کرد
دل جگرمون ریخت. همدردی کرد با شما. بله همدردی کرد. من فکر میکنم که نه فقط من بلکه تعداد زیادی بیننده ها حالا همدردی بیان میکنند به شما. همدردی همشان رو قبول کنید سعدی جان. سلام باش. خودش زیبا بود، با یه مقام زیبا شده در همون خندیده سه باور میکنی. هم خندیده فقط یک چشمش هوی بود، با اساس هم چشمش مخم کردن. مر امجد در بنیستی قربالا خوب بود، گفت که سعدی جان بچم رفتی مدد اوی زمزم بیار، بعد خرمای عجیب بیار. گفتم خوب شده است. خرما رو آوردم نصفه. نمیدونم چیکار کنم. خداوند این روزا رو بر سر یگان کس نیاره اکجام. فرزندای وای اولی 2 ساله کلان نشده، فقط گریه داره شب و روز. وای مادر خیلی اون وقته بود. به مادر زندگی کردن بسیار دشوار است. ولی زندگی میکنند، روزشون رو میبینند، بزرگ میشوند، خوشبخت میشوند. حیف جانی جوانی خواهر بزرگ شما، صد حیف. بجز حرف تسلیت، یک حرف تکراری و یک نواخته که همیشه میگویند دیگر چیزی گفتن نمیتوانم. با یک جان سپاس با هم برادره که در خانه مکه مدینه با همراهی ما بودن، در حقش دعا کردن. من خیلی خرسان شدم، میندارم خداوند همه مردم شهرمند تاجیکستان نگهبان باشه، در پشت پناهش خودش نگهبان باشه، تین باشیم، آرام باشیم، صلح و صلاح باشه، سیر پوری باشه. اکای آرزو جان خداوند شما را هم عمر دراز به دردی پر با برکت عطا بفرماید، در کاراتون فیض برکت بده، خداوند برکت بیاره. همه سوالام فراموش کردم دیگر سعدی جان. فقط یک چیز رو تاکید میکنم سعدی، فرزندهایش رو دوست داری بکنید انشالله. من خودم گفتم که چی کم بوده میشه مرا مراجعت کنین. ما انشالله که ای دست دیگه برای شما کمک میکنم. بهترین سرمایه زندگی فقط عاطفه، محبت، عشق است. دوستداری است. همین دوستداری رو به فراوانی به فرزندانش بدهید و روحش شاد می شود، مطمئنم انشالله. سعدی جان خیلی که در خوام در اومد یک جودم خیلی شتگیه، هم خیلی خوشروی چورزونه کردگی، فقط دعا داده است. خیلی دشوار است به هنرمند که از میان این همه نکبت، مصیبت، سختی ها باز مجلا بشود در لابلای دوربین نواربرداری و باز تبسم کند و به بیننده سلام بگوید. صد آفرین به هنرمندانی که از میان غصه های زندگیشان، از میان ماتم و اشک های زندگیشان باز لابلای بیننده خود تبسم میکنند، کسی را خوشحال میسازند و برابر دیدنشان تبسم در لبان صدها نفر میشکفد. این واقعا قهرمانی است، واقعا باعث احسان خانی و آفرین خانی است. سپاس بر شما سعدی جان. سلام باشه جان. و گفتم که از میان قصه و اندوه گاه مجبور لبخند میزنیم. توی صدرالدین به یادم زد. یک جای بودیم. بله، به سمرقند رفتیم یک جای با بچه ها. بله. تقریبا هم سبقان شما از مدرسه هنری و خیلی بچه ها بودند. بله زیاد بودن. شما با هم تحصیل کردید؟ ما با همراهی صدرالدین هم کورس، من کورس اکتوری ده میخوانم و آوازخوانی ده میخوانم. در توی صدرالدین که شما راجع به فوتبال حرف زدید و صدرالدین یکی از اساسگذاران فوتبال در میان هنرمندان تاجیک است. بله، صدرالدین هم فوتبال رو دوست می داشت و وقتی که خور بود همون صدرالدین در خوردشان یک کمانده چی داشتن، تیمی نوری نو میگفتن. همون وقت هم خیلی داشتن دیگه، دولت ها میرفتن میومدن. صدرالدین هم میخواست که فوتبال بود شد، اما با امر تقدیر هنرمندی
مثال آوازخوان شد. با هم بازی میکردید فوتبال؟ اوه بله وقتی صدرالدین در همین تاجیکستان بود یک گروه دسته صنعتکارا تشکیل کرده بودیم. شما هم چون داور بازی صدرالدین رو چگونه بها میدید؟ من فوتبال رو در نظر دارم. فوتبال صدرالدین نپدایشی بود، هجوم کننده بهترین بازی خوب میکرد. با گلامیزه خچرانگ رونالدو میگره. صدرالدین هم مخلص اشدی رونالدو ای. صدرالدین هم فرزندش هم محمود جان. و در توی صدرالدین من اولین بار دیدم که شما صدایتان رو به صدای شادروان کرامت الله قربانوف مانند میکنید. این رو خیلی ها نمیدانند. راستی ما با مخلص شادروان کرامت الله قربان هستیم. 12 ساله بچه بودم وقتی که به قتل رسوندن بسیار ناراحت شدیم، بسیار خیلی ناراحت شدیم. تمام مردم یاوان ناراحت شد. برای چه که مخلصای اشدی کرامت الله قربان همش یاوانیا بودن و این حادثه در حدود یاوان شد. من لعنت میخوام به همون دشمنای ملت که همین کار در یاوان تشکیل کردن، مثال به قتل رسوندن. یک هنرمندی که تمام دنیا میشناخت، ارزنده بود، زیبنده بود. تا حاضر وقتی که در یادمون میاد با خدا قسم ناآرام میشم، زیق میشم. من فرزندای شادروان کرامت الله رو دوست میدارم. نازیه بانو، محمد رفیع، محمد سخی، من بسیار دوست میدارم. در آن بعضم شما یک ترانه کرامت الله قربان رو زمزمه کردید. بهارم با درجه عالی. راستی گپ ما صدرالدین وقتی که بسیار خونش دعوت میکرد، ما یک چی داشتیم، سونی 4 میگفتن، فوتبال پلی استیشن. همونجا پیش ای بازی بعد میگفت که هارمونی میگن نکن. صدرالدین هارمونی رو مینواخت. بعد میگفت که رفتیم صدرالدین بهارم نه بهارم بخون یا اونیختی بهارم. بعد همونجا زمزمه میکردیم برای که همونجا صدرالدین گفت که همون سرود با همون لهجه یاونی بخون بهارم. بعد همونجا زمزمه کردیم. همین رو میشه تکرار بکنیم اینجا صدی جان؟ مایلا بهارم میشکوفد در نگاه، در نگاه پر از گل گشت تا جانی من براه، جان براه. با لهجه یاونی چی؟ با لهجه یاونی بهارم میشکوفد در نگاه، در نگاه دوامش پر از گل گشت تا جانی من براه، جان براه. لهجه یاونی یک ویژگی دارد، حرف ا رو زیاد استفاده نمیبرند. راستی گپ یه روز در فوتبال مخلصی کردم، یا برادر خیز گفت اکای سعدی گفت یا سوال چی شما گفت حرف ا رو گپ نمیزنین، استفاده نمیبرین. من گفتم که راستی گپ همین سالهای جنگ بود، عین گشنگی سخت اومد، همین حرف ما ما خوردیم خوردیم. مثال دیگه منطقه سبوز خوردن، جگاری خوردن، ما می حرف خوردیم. شکرانه که هرچی بود تینجی شد، اگر هم که دوام میداد الفابت همش میخوردیم. باش ما کجا میرفتیم؟ گفتم هم خیلی کمتر شد. من سوال پیشکش میکنم با لهجه خودتون جواب بدهید میشود؟ بله. راجع به حیات دیها، بچه‌های دیها، زندگی دیها، آن مکانی که شما تولد شدید به وای رسیدید، با لهجه یاونی معلومات بدید. ای تولد شدگیم گپ بزنم؟ هر جوری که میخواهید. سعدی اسماعیلوف 19 دکبر 80 در نویه یاوان سوخوز یک نوکارم به دنیا آمدیم. من لهجه یاونی رو احساس نمیکنم از گویش شما. چه هم یاونی گام میزنم، هم خیلی گام میزنم، دیگه خیلی گاز نمیزنم کاکا. هم خیلی گاز دیسم. اگر این خیلی گاب زده استم، دیگه خیلی گاب نزده استم کو این معلومه. اما اکجون من دیگه خیلی گام نزدم که خیلی یاونی گاز دیستم. بعد چی شد؟ تولد کی شدید؟ خیلی تولد شدیم، کلون شدیم، مکتب رفتیم. با بعدی مکتب کلون شدیم. کلون شدیم، مکتب رفتیم. با ما 2 مکتب خوندگیم. هم مکتبی دو مکتب خوندگیم.
هم جای پاسیالکا من بعد در رایون خوندگی مکتب لیسه خوندگی بعدی وای بعد دانشکده سند اومدیم داخل شدیم و خیلی خوشبختانه تمام کردیم. خدا رو شکرانه میکنیم که خیلی در برنامه برآمد میکنیم. خیلی کم بیش میشناسیم. خدا رو شکر میکنیم. تشکر. عجیب. سعدی بگوید که حالا چی وضعیت دارید؟ صاحب چند فرزند؟ زندگی چطور است؟ زندگی خدا رو شکر گذشته سی 3 فرزند دارم الحمدلله. 2 پسر 1 دختر. بهتره. شنیدم که از کجای زمین دادن به شما؟ بله بله رابرت کلوب فوتبال استقلال با امروی شورای شانف ما رو 4 سوتیقی زمین توفه کردن. حکوازی این دور زمان خونه ساختن خیلی دشواره. در قبط کورپه های خانه چند سوم جمع کردید؟ چند سوم جمع کردیم هم زندگی میره. اگه خیلی بگیم که جمع کنیم یا چند یکی جمع کنیم که مونیم صندوق ده خیلی ما جمع کردن نمیتونیم. پسندو چقدر دارید؟ چند که داشتم امو حولی رو یا پارش محکم کردیم کیرپیش خطی. کدام حولی رو؟ همین زمینی رو فقط زمین فوندامن ریختیم. این طرفی همسایه را کیرپیش خطی محکم کردیم. این طرفش فوندامن ریختیم ولی کیرپیش نتونستیم خریده. خیلی با جمع کنیم. چند سال شد که 3 سال میشه. در 3 سال فقط گردی خانه رو محکم؟ فقط یک طرف شد. این طرف حرفی گیش موندگه خطی دروازه. با این اویلی که یوتیوب آدم یلی ارد روغن و مایده چایده میخری هم خیلی نیست که ارز جون. این پیش بود حالا چیزی ندارد؟ حالا چیزی ندارد ولی راوتون هم نمیاد. سعدی مثل کودک است، یک طفل معصوم. میدونید بچه خودی حالا چند پیش درباره فاجعه از دست رفتن خواهر بزرگش حرف زدیم و آنچنان حق کرد، آنچنان گریه کرد که باور کنید دیلم به لرزه در اومد و من هم مثل روانشناس موضوع رو به دیگر سپردم مثل یک کودکی که یک بعد افتادن و زانویش رو خونشار کردن گریه میکند و یک قندش میدهی و در حال تبسم میکند به جهان دیگر میرود. سعدی همین گونه است، دلی تازه دارد، دنیای عجایب دارد. و سعدی جان به چیل در آمدید گفتیدم؟ 42. به 42. در 42 در آمدن و اینقدر دل کودکانه تازه داشتن این بهترین نعمت پروردگار است. سلامت باشید. اکی ارزو جان ما یگان کس ده گندگی ندارم، بخیلی ندارم، ما همه رو دوست میدارم. باید که ما ای خوردی گشنگی رو دیدم، پستی بلندی ها رو دیدم، توازی رو دیدیسم. الحمدلله شکرانه میکنم. سعدی در آخر یگان کاری کنید که طبیعی همه بولیده شاید یگان شعره که حجبی بخوانید یا یگان از اون برآمدهای نمکین یک تا پرتای یک تا لطیفه گام میزنیم. بسیار خوب. یک آدم باری اول در هواپیما میشینه، سمالیات میشینه، سمالیات نگاه میکنه، ایسا خیلی خرسند باری اول سمالیات هم خیلی بعد طرف امرش میگه که اکاجان میگه ما باور کنم خیلی مرا میگفتن که سمالیات زوره بهترینه. اینا من دیدم من خوشبختترین آدم میگه همه خیلی خرسندم به درجه عالی. با اینا ایدای ترزی نگاه میکنه خیلی بو میخنده میگه در حقیقتا همه مردم راست میگفته. با این امرش میگه چی راست میگفته؟ میگفته همین که وقتی میگفته همین ای سمالیات نگاه کنی آدم رنگ مورچه میتوه. با این امرش میگه ای اکا وای مورچه خچای ولی سمالیات نپریده. سعدی از کلمه سعد گرفته شده است، یعنی خوشبختی، خوشحالی، فرحمندی. در آخر برنامه آرزو میکنم که سعدی جان ما لبریز شادی و فرحمندی باشد و خدا کند که غم آخرین زندگیتان همون غم باشد که پشت سر کردید. همیشه شاد باشید. سلامت باشید اکی ارزو جان. من با میگم که با گاو میزنم که ام یونیختی ما مخلصی شماییم، مخلصی برنامه های شماییم. چی برنامه‌ای که در تلویزیون سفینه مثال برنامه رو پیش می‌بردید ما همون وقت مخلص شماییم هستم میمونم. اکی ارزو جان خداوند نگهبانت باشه، ای فرزندات برکت بیاورید. خدا جان تاجیکستان تینج صلح و صلاح باشه، تاجیکستان هر وقت پیشرفت باشه، یکی از دولت‌های پیشرفت دنیا باشیم. آرزو میکنیم که چنین باشد و من هم در قطار ارتشی خیلی
زیادی و مخلصان سعدی یکی از مخلصانش هستم. برایش برای رکورد تمنا میکنیم. لحظه خداحافظی فرا رسید. خیر عزیزانی دل. سلامت باشید.